مخالفت ما با سلطنت از روی تعصب نیست، یک مخالفت اصولی است. تجربه تاریخی کشور ما نشون داده که ایران رو نمیشه با سوئد یا با انگلستان مقایسه کرد. سلطنت در ایران معمولاً با سخنان بسیار زیبا و دموکراتیک شروع میشه، همچنان که وقتی که محمد رضا شاه به سلطنت رسید او را شاهنشاه جوانبخت دموکرات می‌نامیدند. ولی بعد از مدت کوتاهی، حالا بستگی به وضع داره، این شاه تبدیل میشه به دیکتاتور. برای اینکه پایگاه مردمی در کشور نداره، به طریق اولا از طریق استبداد و دیکتاتوری باید حکومت بکنه یا سلطنت بکنه. ثانیاً به همین علت وقتی که تبدیل شد به یک رژیم استبدادی و پایگاه مردمیش را به کلی از دست داد، وابستگی پیدا میکنه به خارج. سلطنت در ایران تاریخ معاصرش رو نگاه بکنید، مدت طولانی وابستگی داشت به روسیه تزاری، سپس به امپراتوری انگلستان و اخیراً به امریکا. ولی ما کشوری میخواییم هم دموکراتیک و هم مستقل. من فکر میکنم که هر ایرانی آزادی خواهی به این دو علت باید مخالف سلطنت باشه. ولی اجازه بدید من به عنوان نماینده حزب دموکرات و کرده ها یک دلیل دیگه هم اضافه بکنم و اون این که سلطنت یا رژیم شاهنشاهی برای ما، یعنی در واقع هم همینطور بوده، عبارت است از تمرکز قدرت در تهران و ما که خود مختاری طلبیم مخالف چنین تمرکزی هستیم. ما برعکس یک